عبادت حج واقعا عبادتی مرکب است، خیلی که شنیدید از نماز و از زکات و از روزه فرق میکنند. ابن رشد حفید الله تعالی رحمت کند قرطبی میگن که متوفای سال 595 هجری فلا خلاف عندهم، در نزد علما خلاف نیست. خلاف نیست یعنی اجماع هست که ان من شرطها الاستطاعت، یکی از شرط های حج استطاعت، قدرت. الاستطاعت بالبدنی والمالی مع الامنی. تمام علما اجماع کردن، به یک قول آمدن، خلاف نیست در این مسئله، خلاف نیست که قدرت به حج الله تعالی تاکید کرده است. من استطاع گفته است الله تعالی، کسی قدرتی حج رفتن دارد گفته است. قدرت چی است؟ قدرت بدنی هست، یعنی باید راه گشته تواند، نشسته تواند، عقل داشته باشد، سالم باشد آدمی. یعنی که یا در بالای در زمانه ما در بالای سمالیات، هواپیما، نقلیات ها نشسته تواند. این قدرت بدنی است. قدرت بدنی را اکثر مردم دارند، اما قدرت مالی را اکثر مردم ندارند. خب مع الامنی، قدرت بدنی و قدرت مالی همراهی امنیتی طریق، راه ایمن باشد. مثلا در راه پیشتر راهزن ها بودند، هم مال و پولی حاجی های می گرفتن، هم اونها را به قتل می رسانیدن. این خیلی حالت باشد شرط نه، حج فرض نیست. یا مثلا اگر از خود دیاری ما گیریم، پیشتر دو راهی در آمد بود، از تاجیکستان ازبکستان، از ازبکستان ترکمنستان، از ترکمنستان ایران می رفتن و بعد از ایران با آمده ترکیه می در آمدن و از ترکیه سوریه، اردن، سعودی می در آمدن. خیلی دراز بود. یا بودن بعضی راههایی که از تاجیکستان ازبکستان و ترکمنستان یکی عبور افغانستان در آمده بعد ایران می در آمدن. این راه هم راهی امن نبود. بعد از ایران یعنی که ترکیه، سوریه، اردن، سال 2000 وقتی که عراق کمتر وضعیتش تین شد، آرام شد، راه آسان شد. از ایران به عراق می در آمدن و از عراق به سعودی. ما یعنی مردمی تاجیک اگر با راه خشکی رویم باید همین دو دولت تینج باشد، سوریه و عراق. حتی اگر ایران ناتینج باشد، مثلا یا ازبکستان یا ترکمنستان ناتینج باشد و ما از طریق این پیشینه راه رفته نتوانیم، به طریق مثلا ازبکستان داریم و از ازبکستان قزاقستان در آمده، از قزاقستان روسیه در آمده، از روسیه به طرف گروزیه اون طرف ها آمده به ترکیه در آمده، از ترکیه سوریه یاردانی رفته باز سعودی در آمدن ما ممکن. یعنی سوریه و عراق حتمی هست. از کدام سه راه هست خودش؟ این اهم راهی گفتگیم سیومینش دورترین راه است. یعنی راه امن باشد. این اگر راهی خشکی باشد. راهی آبی باشد، یعنی آب و هوا سنج ها، متخصص ها گویند که یعنی احتمالی 70% آرام رسیدن هست گویند، مثلا یا اینکه هواپیماها، یعنی راه ایمن بودنش هم علما از جمله شرطی حج گفتند.